این هواداران فوتبال ساعت 2:30 شب در نزد فرودگاه دوشنبه برای پیشوازی دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان آمدند. فوتبالبازان نورس تاجیک در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه ا در همه 4 بازیشان غالب آمدند و در این گروه با 12 امتیاز جای اول را صاحب گشتند. منتخب نورسانی تاجیکستان با راهبری سرمربی اهلیدین توردیوف در این مسابقه تیم‌های منتخب شریلانکا، کویت، نپال و اردن را شکست داد. صفت بازی و نتیجه‌های به دست آورده مربی‌های دسته را قانع کرده است. یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه‌ای که ما کشیدیم، اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندیم. فوتبالبازان نورس تاجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه‌شان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حمله‌گر منتخب نورسانی تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد. در بازی اول با دولت شریلانکا در آنجا 4 گل زده و در بازی دوم با دولت کویت در آنجا 2 گل زدم و در بازی سوم باشد با دولت نپال بود که در آنجا 1 گل دیگر به ثمر رسانیدم و در بازی آخران باشد با دولت یردن، یعنی دولت میزبان، در آن بازی باشد باز 1 گل دیگر زده و بهترین نشانزنی چمپیونات مذکور شدم. در این اتوبوس بازیگران نورس به مرکز شهر رفتند. داریم تیمی چمپیون، داریم تیمی چمپیون، تاجیکستان نامیان میبره سوی بالا. از غلبه‌شان استقبال میکنند، غلبه‌ای که به گفته آنها با آسانی به دست نآمده است. مخصوص از بازی با میزبان مسابقه دسته اردن یاد می‌آورند. در این بازی منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان در قسم اول 2 گل به دروازه‌اش سر داد، ولی توانست تا آخر بازی با دسته حریف 5 گل زند. در بازی آخری که با صاحبان میدان دسته یردن بود، بازی با ما خیلی مشکل شد، اما بعد از قسم یکم مربیان با ما فهمیدن که چیکار کردن لازم است و ما گفته مربیان را اجرا کردیم و به مقصد خود رسیدیم و راحت به بحرین گرفتیم. قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال آینده در بحرین دایر می‌گردد. منتخب نورسانی تاجیکستان برای 4مین بار است که در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبالبازان نورسی تاجیک سالهای 2006، 2010 و 2018 به مرحله نهایی این مسابقات قلعه‌ای راه پیدا کرده بودند.